امیر ارسلان نامدار از موسی فرکش. این کتاب از آنهایی بود که یادش در آن زمانها تا دیرها ذهن را به خودش مشغول می کرد. خوانده که بودمش برای دیگران هم داستانش را حکایه کرده بودم. روزگار قصه و کتاب و دوره نوباوگی بود و با رویاهای خوش در گذر سریع و بی صدا. اگر این داستان را قصه می کردم آن را از همان مقدمه اش می آغازیدم. اما راویان اخبار و ناقلان آثار با توتیان شکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی و چابک سواران میدان دانش توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آورده اند که در شهر مصر سوداگری بود، خواجه نیمان نام داشت، صاحب دولت و ثروت. قصه عشق و داستان دلاوری ها بود که در یک برهه خاص خیالات بچگانه را تا ناکجاها به خودش مشغول می کرد. نامش را که شنیده بودم به جستجویش شدم. نیافتم. پدر که از آن شوق بچگانه خبر شد برایم گفت پیش باشی برو، داره. باشی در کوتی سنگی خانه داشت. از پهلوی فاضل در ملتون که میگذشتی بوی خوش نان از نانوایی سمت چپ مشامت را نوازش می کرد. پایین همان کوچه باشی خانه داشت. کتاب خان بود. خوش داشتم از او کتاب به امانت بگیرم. رفتم. کتاب را گرفتم و دویدم سوی خانه. پوش زردرنگ و درشت داشت تا صفحات نازک داخلش را نگهدار باشد. بازش کردم و اما راویان اخبار و ناقلان آثار با توتیان شکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی داستان امیر ارسلان رومی همین طور آغاز می شد. سالها از آن روز گذشت. کتاب زندگی را داستانهای از هر اقلیم پر کرد. امیر ارسلان نامدار هم در غبار و سنگینی کتابها به آن جلای اولیه نماند. شهر و زادگاه هم به همان کردار اولیه نماندند. امیر ارسلان عاشق به جنگ فولادزری رفته بود و ما به جنگ همدیگر. شهر با طلسم به دست قمر وزیر افتاده بود. به عصای آهنین باید می پوسید تا نفس آفتاب ما را گرم کند. در یکی از همان روزهای آتش و دود همکارم فهیم دشتی گفت ساحه پوانتون و کوتی سنگی کم امن شده، بریم و عکس و گزارشی بگیریم. رفتیم. ویرانه ها اشک چشمم را سلام کردند. دیوارهای فرو ریخته و شهر خالی فریاد خفه‌ام را تا آن احساس ناشناخته خشم و درد روی خاک ریخت. بچگی ها و دوران بیغش و بی‌پروا از خوب و بد یادم آمد. نارام و گیج شهر خالی و زخمی را می نگریستم. رسیده بودم به سرک که با قدم‌های کودکی ها و طلوع نوجوانی آنجاها را دویده بودم.
در برگشت ناخودآگاه آن سوی کشانده شدم که زمان خانه باشی بود و من از او کتاب به امانت می گرفتم. دیوار خانه و سقف فرو ریخته بود. خاک و چوب روی حویلی را پوشانده بودند. جای هم سوخته های کاغذ به چشم می خورد. سوخته های کتاب های ورق شده و سوخته. آنی را که من برداشته بودم چند ورق کهنه و زرد رنگ داشت. پوش درشت و نیم سوخته آن که خاکالود و پردرد روی ورقها افتاده بود نتوانسته بود همه صفحات را از نابودی نجات بدهد. دلم گرفت و هیجان یک پسر مکتبی تمام قلب و ذهنم را با درد ناگفته فریاد کرد. صفحه بعد از پوش درشت این طور آغاز می شد: اما راویان اخبار و ناقلان آثار با توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان، امیر ارسلان نامدار و عشق فرخلقا سوخته بودند. چند سال بعد باشی را در پیشاور دیدم. ساعتها با هم قصه کردیم و من از کتابهایش گفتم و از آن روزگار رفته و شوق کتابخوانی ها. وقت برآمدن آن چند صفحه زرد رنگ کتاب را با پوش درشت به دستش دادم که یادگار 100 آسمان کتاب سوخته و دود شده بود. آن را گرفت، بویید، بوسید و سرش را روی شانه ام گذاشت و به خاطر تباه شده 1000 کتاب زندگی پیرانه سر گریست.